نشد مامان، بفرمایید. چراغا رو خاموش کنم. دخترم پیشون خانوم، تا الان کجا بودی پس؟ یادت نبود غذا بخوری؟ بدو من رفتم ها. بدو. خب بچه ها پیشون رضایت داد، بالاخره شامشو خورد. الان اومد اینجا آب داره میخوره، خورشم میخوره و بعد میره بیرون که بره بخوابه. پیشون خانم خوردی آب؟ برو بیرون. آفرین دختر. آره میاد بدرقه. پیشو کجا میای؟ بای پیشو، شبت بخیر پیشو.